اتحادیه ملی ساختمانچیان میگوید در مسکو مشکل ضمن واکسینگیری مهاجران صورت نخواهد گرفت چون تعداد مهاجران کم می باشد. انتون گلوشکوف رهبر اتحادیه ملی بیناکاران درباره آغاز امگذرانی عمومی در بین مهاجران مهنتی مسکو ابراز نظر کرد. گپ در آن است که در حال حاضر مهاجرانی که بعد جاری کردن محدودیت ها باقی ماندند خیلی کمند و شیوه فعلی ورود مهاجران نیز خصوصیت یگان دارد، گفت گلوشکوف. طبق گفته رهبر اتحادیه، نارسایی عمومی مهاجران در ساختمان‌های روسیه تقریباً 1,200,000 نفر را تشکیل می‌دهد. باید گفت که امکانی در بین مهاجران و شهروندان خارجی در مسکو آغاز یافت با درخواست کارفرمایان مهاجران برای آغاز کار در رجه آزمایشی کرده می‌شوند. امگذرانی مهاجران در مسکو در مرکز مهاجرت در سخاراوا صورت می‌گیرد و به زودی نقطه دوم در مرکز سودای صداواد باز می‌شود. خراجات واکسین 1300 روبل است که آن را کارفرما پرداخت می‌کند.